امام حسن بصری را نزد حجاج آوردن. حجاج ابن یوسف ظالم. شما حجاج ابن یوسف میدونید نه؟ حضرت عمر ثانی، عمر ابن عبدالعزیز که مسجد ما به نام همه بزرگ گذاشته شده است، گفت اگر هر ملت با فرعونش بیاید، هر ملت با فرعونش یعنی با ظالم ترین پادشاهش، ما همه حجاج مون اگر پیشنهاد کنیم از همه فرعون ها فرعون تره. زیاده از 100,000 آدم کشته است، به بعض روایت 120,000 آدم کشته است. تصور کنید به درجه ظالم صفاک بود که تو با کشتن آدم نمیدیده است، اشتهاش نمی اومده است. پیش از او که طعام چاش بخره عبید کنه می فرموده است یک دو مجرم می آوردن در پیشش گردن می زدین، بعد طعامش می خورده است. حسن بصری را صدا کرد. امام حسن بصری یک جوان مردی قامت بلندی بسیار زیبا بود است، بسیار صورت زیبا و وقار بزرگ داشت. خیراتش کرد، واهمه کرده که میکشمد فلان و بسمدان. امام حسن حتی میجش خم نخورد، گفت گوش کن، بین تو و آدم علیه السلام چند پشت گذشتگی ای؟ از تو تا زمان آدم علیه السلام چقدر آدم گذشته است؟ حجاج گفت بیشمار، عددشون خدا میدونه. یه وقت خوشش در سرش داد که ایچی میگه، دیگه در دهشت غلطید، نگران شد. ایچی سوال بود دیگه، نه لام گفته تونست نه میم. امام حسن بصری به همو وقار، به همو آبرو، به همو عزت از در خارج شد، دیگه یکم سخنش نگفت به امام حسن بصری. اینا به یک کلمه گفت. زیرا امام حسن از خدا میترسه، از خدا که ترسیدی دیگه پروایی کی داری؟ مقصد تو مرای مردن میترسونی؟ و هم عاقبت میمریم، هممو عاقبت به سوی خدا میریم. مسلمانو از تو تا زمان آدم علیه السلام چقدر شخص گذشته است؟ گفت بیشمار. گفت حالی کجا دن؟ تمام دیگه شخص شید. حجاج ابن یوسف انا میگه باید ما و شما هم خدا همیشه در قلب ما باشه، خدا همیشه در زبان ما باشه، همیشه با ذکر به یاد خدا باشیم. انشالله در این صورت خداوند متعال هر کجایی که رفتیم همراهمون است، هر کجایی که هر عملی ده که دست زدیم انشالله پروردگار دستگیری ما و شما است. امروز انشالله با همون حدیث طویلی را که اگر یادتون باشه عبارت از سؤالها و پرسش‌های حضرت ابوذر غفاری و پاسخ گفتن‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب آن پرسش‌ها بود، براتون بیان خواهیم کرد. یک به خاطرتون می اندازم که حضرت ابوذر غفاری گفتیم باره با مسجد در آمد، رسول الله صلی الله علیه و سلم را در مسجد دید، آمد در پهلوش نشست. اما حضرت با اون مراجعت کرد، گفت یا ابوذر آیا 2 رکعت نماز تحیه خواندی؟ گفت نه. گفت برخیز 2 رکعت نماز ادا کن بعد بنشین. وقتی مکروهی نبوده است. حضرت ابوذر 2 رکعت نماز خواند، بعدا آمد نشست و از رسول الله صلی الله علیه و سلم سؤال چند، اولا از نماز، بعدا درباره بهترین مؤمنان، بعدا درباره بهترین مسلمانان سوال کرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم پاسخ سوالهاش گفت. در این موضوع ها ما و شما صحبت داشتیم. حضرت ابوذر وقتی که پرسید ای المسلمین اسلم، کدام مسلمان ها از وسواس شیاطین، از وسوسه نفس اماره سالم تر هستند، در عبادت خدا قائم تر هستند؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم جواب فرمود من سلم المسلمون من لسانه و یده، یعنی که افضل مسلمانان آن مسلمان است که مسلمان های دیگر از دست از زبان او آزار نبینند، از دست از زبان او سالم مانند. و در این موضوع ما مفصلا 2 ساعت گمان میکنم صحبت کرده بودیم. باز حضرت سوالش کرد که یا رسول الله فای الهجرت افضل، ای پیغمبر خدا گفت
کدام هجرت از همه بهتر است؟ معنی هجرت ما و شما میدونیم که هجرت ترک کردن منزل مکان است به خاطر مسکن منزل دیگری. ترک یار و دیار هجرت میگویند و در تاریخ هجرت با هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب گرامی او از مکه مکرمه به مدینه منوره شناخته و دانسته می شود. حضرت ابوذر پرسید که یا رسول الله کدام هجرت از همه بهتر است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من هجر سیئات، بهترین هجرت آن است که مرد کمبودی های خود، خطاهای خود ترک کند، گناه های خود را فراموش کند و ترک کند. ببینید هجرت ترک کردن است، معنی لغویش ترک کردن مکان و دیار است. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینید که چی نوع معنی دادش کرد. گفت بهترین هجرت آن است که مرد گناه ها و خطاهای پیشینه خود را ترک کند، رو به سوی خدا بیارد، اصلاح شود. بهترین هجرت همی است. ببینید واقعا وقتی که شخص پشیمان می شود از کردهاش، از گناهاش توبه می کند، رو به سوی اصلاح می آورد، خدا را از او بنده خوش می آید و او نجات می یابد ان شاء الله. در حدیث آمده است حضرت امام احمد در مسند خویش و امام طبرانی در معجم کبیر از عقبه ابن عامر جهنی صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که روز رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود این مثل الذی یعمل سیئات ثم یعمل الحسنات کمثل رجل كانت علیه درع ضیقه قد خنقته. مثل او شخصی که گناههای بد میکند، رفتاری بد دارد، خطاها میکند، مثل شخصی را میماند که در بدن لباسی آهنین در بر میکند، زره میپوشد. زره همت میدونه زره چند نوع میشود. اصلا زره عبارت از همه حلقه های آهنی است که یکیش در دیگرش سخت کرده شده است. جنگاورا در وقت جنگ او را در بدن میپوشوندن که اگر مبادا شمشیر در بدنش خورد، شمشیر گوشتی بدن نبرد بلکه در همو آهن ها برخورد. همین را زره میگن. پس شخصی که گناه میکند مثل او مثل مردی را میمونه که در بدن یک لباسی زرهی آهنی تنگ دارد، قد خنقته که گلوگیرش میکنه، همون لباسی زره او را همیشه فشار میدهد، استخواناش قریب خورد میکنه، میده میکنه. ثم عمل حسنتا فانفکت حلقه. بعدا وقتی که این شخص یک عمل حسنه میکنه، یک کار خوب و خیر میکند، یک عبادت خدا را انجام میدهد، دستگیری یک مسلمان وقتی که میکند، یکی از همون حلقه ها گویا که کنده میشود. تصور کنید که چیزی تنگ وقتی یک حلقش کنده شد، البته اندک وسعگی شخص حس میکنه. ثم عمل حسنة اخرى فانفکت حلقة اخرى. بعد وقتی که با یک حسنه دیگر کرد، یک کار خیری دیگر کرد، با یک حلقه دیگرش باز می شود حتی یخرج الى الارض. همین خیلی هر وقتی کار خیر کردن گرفت، همون حلقه های زیره کنده می شوند، اخیر الامر نجات می یابه. از همون زیره تنگی که او را فشار می داد نجات می یابه، خلاص می خیره. پس ببینه که وقتی که شخص بعد عملی بد عملی نکرد، ترک عملی بد کرد، خدای تعالی او را نجات میدهد، هم در دنیا و هم در خانه قبر. او زیره هم مثل می شود برای دنیا که واقعا تنگ است، هم برای گور. شخصی که مرتکب گناه های زیاد است، گورشان هم خیلی تنگ است، در عذاب است، در مشقت است. اما اگر عملهای صالح کرد، خدای تعالی توسط عملهای صالح نیک عملهای بد خط میزند، محو میکند و این شخص نجات مییابد، مثل شخصی که از همون زیره تنگ نجات یافته بود. حضرت ابوذر غفاری روایت میکند قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به من وصیت کرد اتق الله حیث ما کنت و اتبع السیئة الحسنه تمحوها
و خالق الناس بخلق حسن. فرمود اولا گفت از خدا بترس در هر کجای باشی، فرق نداره در خلوتی، در بین مردمی، در وطنت هستی، در مهاجرت هستی، در هر کجا باشی، شب است روز است، از خدا بترس. و اتبع سیئه الحسنه، وقتی که یک کاری بد را مرتکب شدی البته از قفاش کاری خیر کن، کاری نیک کن، تا اینکه خداوند با واسطه کاری نیک محو کنه گناهی ترا، کاری بدی ترا خط بزنه و الا نامه اعمالت سیاه می شود. و خالق الناس بخلق حسن، با مردم با اخلاق نیک حسنه معامله کن. ببینه از معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت میکنند، حدیثی صحیح است، امام بزار و امام حاکم به اسناد حسن صحیح روایتش کردند که حضرت گفت یا رسول الله اوصینی، ای پیغمبر خدا گفت مرا وصیت کن به چیزی. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود اعبد الله ولا تشرک به شیئا. گفت وصیت من بر تو همین است که همیشه عبادت خدا را انجام ده و در عبادت کسی و چیزی را شریک نگردان که خدا ای ختم بیزار میشه و از عبادتم اگر در عبادت چیزی را شریک قرار دادی. حضرت گفت یا رسول الله زیدنی، ای پیغمبر خدا گفت من عبادت خدا را الحمدلله که انجام میتم، الحمدلله که در عبادت خدا چیزی را شریک نمیسازم، زیرا من شاگرد مدرسه ایتا هستم، چیزی را اضافه کن. گفت یگان چیز دیگر هم نصیحتم کن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا اسأت فاحسن ولیحسن خلقک. گفت وقتی کاری بد کردی با وسوسه شیطان البته از قفاش کاری نیکن و اخلاق تا نیک بگردون. مسلمان باید اخلاق حمیده و نیک داشته باشه. پس از این حدیث ها ما چی برمیداریم؟ آنه که یکی خدای نکرده با وسوسه شیطان یا با وسوسه نفس در حالت غضب یا نمیدانم جهل و نادانی اگر مرتکب گناه شدیم باید پیش خدا توبه کنیم و کوشش کنیم که در مقابلش عمل نیک حسنه کنیم تا اینکه پروردگار توسط عمل نیک حسنه گناه های ما را محو کنه، ما را بیامرزه. خرما نتوان خورد از آن خار که کشتیم، دیبا نتوان بافت از آن پشم که ریشتیم. شیخ سعدی میگه وقتی میگه خار کاریدیم در بدل او خرما نمیخریم، خار کاریدی خار میگیری. اگر پشم که ریشتی پشم گوسپند باشه یا چیزی باشه از پشم هیچ وقت دیبا بافته نمیشه. دیبا یک متاع بسیار نحیف و بسیار نازک است که او را از ابریشم میبافند، با پشم دیبا بافته میشود. بر لوح معاصی خط عذر نکشیدیم، پهلوی کبایر حسنات ننوشتیم. گناه های زیاد کردیم، نامه اعمال ما از معاصی پر شده است اما یک خط عذر بلاش نکشیدیم. در پهلوی گناه ها یگان حسنات ننوشتیم که لااقل همه حسنات کفارت گناه ما بگرده و خدای تعالی گناه های ما را محو کنه. پیری و جوانی چه شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. پیری و جوانی مثل شب و روز گذشته است، شب آمد روز آمد اما افسوس که ما تا هنوز میگه بیدار نشده ایم. ما را عجب از پشت پناه بود آن روز که امروز کسی را نه پناهیم نه پشتیم. وای به حال ما که فردا روز قیامت ما طلب پشت پناه میکنیم، طلب شفاعت میکنیم، در صورتی که امروز ما امکانیت داریم اما نمیدونم به سبب تنبلی یا به سبب بخل یا به سبب حسد همو امکانیت های خود استفاده نمیبریم، دستگیری یک مسلمان نمیکنیم. راستی ما از او برادرایی که هفته گذشته به همون مادری مشتی پری فرزندش بیمار کمک کردن تشکر خدمت بیان میکنم. خوشا به حال تو الحمدلله. قسم به خدا اصلا جماعت های مسلمان ها با همی فرق میکنن از دیگر جماعت ها که در یک اندک مهلت نمیدونم چند صد دلار در دست همون کمپیر مادر همون پسرک دادن همون جوان شهر نوی تا اینکه در تبابت فرزندش استفاده بره. از همه شما برادرای عزیز شکرگزاری خدمت انشاءالله بیان میکنم و پاداش خدای تعالی میده.
پاداشش به شکرگزاری ما ادا نمیشود. این خدای مهربان بزرگ انشاءالله پاداش عمل این جوان مردایی را که دستگیری و کمک برادری مسلمانشون انجام دادن خود خواهد پرداخت، خود خواهد داد. ما را عجب از پشت پناه بودان روز که امروز کسی را نه پناهم و نه پشتیم. گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت شاید چیزی مشاطه نرنجیم که زیشتیم. اگر فردا روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم شفاعت نکرد میگه از هیچ که نرنجه باید ای خطو برنجه زیرا زیشت هستیم. مگر زیشت میشه با که با کسمتیک خشرو کنن. شاید یک رنگ بارش میزنن یک مهلتی اندک اما هیچ وقت زیشت با کسمتیک خشرو نمیشه. پس غرض از این حدیث را آوردن این بود که اگر شخص گناهی را مرتکب شده باشد باید که البته در مقابلش عملهای نیک حسنه کند تا اینکه پروردگار توسط عمل نیک حسنه گناههای او را محو کنه. زیرا خداوند عفو است، عفو کننده است. زیرا خدای تعالی بنده هایی را که توبه میکنند دوست شو میداره، گناهاشون می آمرزه. در حدیث اومده از حضرت عبدالله ابن مسعود روایت میکند، حدیث امام مسلم در صحیحش آورده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لیس احد احب الیه المدح من الله عز وجل من اجل ذلك مدح نفسه. هیچ کس میگه مثل خدا مدح دوست نمیداره، ستایش دوست نمیداره. پیغمبر گفته است خداوند مدح ستایش دوست میداره. از همین خاطر است که خودش در قرآن بزرگش ستایش کرده است. البته اون مدح ستایش نیست نسبت پروردگار، هرچی هست حق است، اما حق ستایش پروردگار است. زیرا این خدای بزرگ ارزنده جمیع ستایش ها است، جمیع مدح ها است. وقتی میخونیم که خداوند میگه فذکرونی، ذکر کنه مرا، واشکرونی، شکرگزاری نعمتی مرا به جا بیاره. هو الاول والآخر، خدا اول و آخر است. و ظاهر و الباطن، خداوند ظاهر و باطن است. الله نور السماوات والارض، الله سبحانه و تعالی نور آسمان ها و زمین است. الحمدلله رب العالمین، حمد ثابت است بر پروردگاری که مربی تمام عالمیان هستند. همین مدح و ستایش پروردگاره. خداوند مدح و ستایش دوست می‌داره. آیا ما و شما مدح و ستایش دوست نمی‌داریم؟ البته دوست می‌داریم. خداوند بعضی صفات‌های خودش به طریق مجاز به بنده‌هاش داده است. مثلا امون رحم و عطوفت مهربانیه که پدر و مادر به فرزندشون دارن، یا که مثلا همون دوست داشتن مدح و تعریف ستایش. در دنیا آدم وجود نداره که تعریف توصیف دوست نداره. خیلی آدم مادرش تولد نکرده است. چرا؟ زیرا که خدای تعالی از همون صفت مجازاً به ما کمتر عطا کرده است. ببینه از صفت صنع خدای تعالی به بنده هاش هم داده است. جانکنی میکنن، یک چیز اختراع میکنن. البته اختراعات بنده مجازی است، زیرا که در اختیاراتش احتیاج داره. مثلا تو اگر همو سیمنت و نمیدونم قم و دیگرش نباشه شکتور کردن نمیتونه. تو اگر مثلا غشت دیگر مصالح ها نباشه خانه را ساخته نمیتونه. صنع بنده مجازی است، اما خدای تعالی امر دو دستش همو اختراعاتی که میکند از همون لحاظ است. پس خدای تعالی میگه مدح از همه بیشتر دوست می‌دارد. از این خاطر در قرآن خودش مدح زیاد کرده است، ما را تعلیم داده است که خدا را به همون صفات ها مدح و ستایش کنیم. حضرت مولوی قصه میکند، میگه آدمی اول حریصی نام بود، زان که قوت و نان ستون جان بود. همه در ابتدا حریصی نان دنیا، سوی کسب، سوی غصب، صد حیل، جان نهاده در کف از حرص عمل. برای آنکه صاحب دنیا شود، صاحب مال و ثروت شود، آدمی ریسکوت میکنه، هم به جانش هم به مالش. نه خیتای میمونه، نمیدونم نه دبی میمونه، نه قبرستان میمونه، کجای لازم شود میروه، از کجاها بار میزنه. همین هم ریسکوته، مال و ثروت زیاد میکنه. چون بنادیر گشت مستغنی زنان، عاشق نام است مدح شاعران.
وقتی که مال و ثروت یافت بعد در یادی افتخار و تفاخر میزنه که بعد مردنم نامم بمونه. با یگون نویسنده را سفارش میکنه که در ترجمه حال ما یگون کتاب بنویس، یا از نام من یگون اثر بنویس، شعر مینویسی، گپ مینویسی که نامم بمونه که فلانی کتاب مینوشت. همین خیلی زیاد است، میدونه ما و شما خوب. برژنف 3-4 کتاب داشت. برژنف که با فکر یا عریضه را درست نوشته نمیتونی 3-4 کتاب داشت. مجبور میکردن در وقتای استودنتی با اون کتابام رو میخوندم اون صفحات اورا. وقتی که مستقیم از نان شد سیر پر کشید، بعد در آرزوی شهرت میغلطه تا که اصل فصل او را بردهند، در بیان فضل او منبر نهند، تا که کر فر زربخشی او همچه عنبر بودی در گفتگو. تا اینکه تعریف توصیفش کنن، وصف ستایشش کنن، در حقش کتاب ها بنویسن. فراموش میکنه آدمی که نامش همو عملهاش زنده میدارن. بهترین زنده دارنده نام انسان عملی نیک شی، عملی صالحش نماند بجز نیک بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. درباره بعضی پادشاه‌ها صدها کتاب نوشتن، اما ما و شما میدونیم امروز که او پادشاه چی نو بود، چی رقم بود، عدل داشت یا نداشت، زیرا از عملهاش معلوم میگرده. بعد سببش حضرت مولوی بیان میکنه که چرا آدم در آرزوی شهرت میغلطه، شهرت طلب میشوه، چرا اکلام میکنه. خلق ما بر صورت خود کرد حق، وصف ما از وصف او گیرد سبق. حدیث است که امام مسلم روایت کرده است. پیغمبر میگه ان الله خلق آدم علی صورته، خداوند آدم بر صورتش، بر صورت خیش خلق کرد. ما در این موضوع صحبتی مفصل داشتیم که قول درست آن است که همو اش ضمیر میآید کو علی صورته، بر صورتش، همو ضمیر به آدم عود میکنه، به آدم میگرده. یعنی آدم به صورت آدم خلق کرد. آدم علیه السلام اول از نطفه پیدا نکرد که بعد چقلاق شود، تفلک شود و بعد او جوان شود و بعد میان عمر شود. نه، یک باره آدم علیه السلام هم مثل یک جوان مردی قامت 60 ذراع و پهنه کتفش 7 ذراع خلق کرد. علی صورته معناش همین است. اما بزرگای تصوف عارفا همه را شرح دادن علی صورت، یعنی بر صورت خودش، بر صورت خدا. و امام غزالی شرحش میده که اخی خدای تعالی بی‌مثل است، بی‌مانند است، چه به صورتی خودش خلقش میکنه انسان. میگه اینجا غرض روح آدم است که روح آدم هم کسی ندیده است، چی نوع است، چی رقم است، چی شکل داره، چی رنگ داره. از همین خاطر از بس که مولوی روم هم یکی از همون عارفا است، همون قول عرفا را در اینجا اختیار کرده است. اما باز تأکید میکنم خلق الله آدم علی صورته حدیث صحیح است، حدیث بخاری و مسلم است. اما صورته ضمیر همو اش ضمیر عود به سوی آدم میکنه، یعنی بر صورت آدم خلقش کرده است. خلق ما بر صورت خود کرده حق، وصف ما از وصف او گیرد سبق. چون که آن خلاق شکر و حمد جست، آدمی را مدح جویی نیز خوست. وقتی که خلاق خداوند آفرنده و رزق روزی رسان خود شکر و حمد طلب کرد، از ما طلب میکنه که حمد خدا را بگین، شکرانه نعمت خدا را بگین. آدمی زاد هم همین را دوست میداره که وصفش کنن، تعریفش کنن، ستایشش کنن. خاصه مرد حق که در فعل است چست، بردمد زین باد چون خیکی درست. ور بود نااهل زین بادی دروغ، خیکی بدریده است که گیرد فروغ. اگر آدمی اهل باشه، حقیقتا به همون تعریف لایق باشه، هر قدر که تعریف توصیفش کنن همون پرتر میشوه، کاملتر میشوه. مثل که وقتی اگر یک مشکی درست پر کردی خشرو میشوه، پره میشوه، آدمی کامل هم همون خیل میشوه. حضرت امام اعظم ابو حنیفه باری در راه میرفت، دو مرد دید که به همدیگر صحبت دارن. گفتن همین حضرت هم میگن در یک شب 1000 رکعت نماز میخونه. گفت سبحان الله، در حق ما این گپورا میگفتن، حال که من این قدر نمیخونم. من بعد گفت 1000 رکعتی میخونم. بعداً باری دیگر شنید که یک دو کس به هم دیگر صحبت میکردن، وصفش کردن از قفا. گفتن میگن همین آدم شب تا سحر خواب نمیکنه،
حضرت مدت 40 سال آخر حیاتش شب خواب نکرده است. شب تا سحر عبادت خدا میکرد. در روایت اومده است که ختم قرآن میکرد. ببینه از تعریف آدم سالم و صالح و عقل پره میشوه، یمورا کاملتر میشوه. اما اگر نااهل باشه به همون تعریف سزاوار نشوه، به باد میگیره، هوایی بشوه، مثل مشک دریدگی ولی هیچ وقت پر نمیشوه. هم پوفش میکنی و از روش برمدن میگیره، بادش برمدن میگیره. پس خدای تعالی را پیغمبر گفتیم مدح دوست میداره، کسی مثل خدا مدح ستایش دوست نمیداره. از همین خاطر است که خداوند خود را در قرآنش چی مدح کرد. من اجل ذلك مدح نفسه وليس احد اغیر من الله من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ کس از خدا غیورتر نیست. غیرت خدا، اون آره که خدای تعالی داره کسی نداره. از خاطر همون غیرت است که خداوند بزرگ فواحش همش حرام گفت، خواه آشکار باشه و خواه پوشیده. زنا را حرام حکم کرد، با زن بیگانه تبسم هیهی کردن و سلام کردن حرام حکم کرد. زیرا که خداوند غیور است، غیورا را دوست می‌داره، بی ناموسا را و دیوسا را نسبت و نفرت داره. لیس احد احب الیه العذر من اجل ذلك انزل الكتاب و ارسل الرسل. هیچ شخص میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خدا دیده عذر بیشتر دوست نمیداره. وقتی گناه کرد بنده و عذر خواهی کرد خداوند خوشش میآید. از همین خاطر است که خداوند کتابش قرآن نازل کرد، پیغمبراش به پیغمبری مبعوث کرد فرستاد و در قرآنش تأکید کرد لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ای بندگان خدا، از رحمت خدا هرگز ناامید نشوید. خداوند همه گناه ها را می آمرزه. خداوند غفور است، آمرزنده است، رحیم است، مهربان است، با رحم است. از این خاطر است که خداوند گفت ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک هرگز نمیبخشه، اما او گناهایی که از شرک کمتر هستند اونا را از هر کسی بخواه میپذیره و گناهاشون میبخشه. قرآن فرستاد و پیغمبرش فرستاد که پیغمبر به مردم حدیث قدسی را برسونه که خداوند گفته است سبقت رحمتی علی غضبی، همیشه رحمتی من پیش غضبم میروه، همیشه رحمتم از غضبم دیده بیشتر و زیادتر است. پس وقتی که گناه کردیم، مجرم گناه شدیم، باید که عمل حسنه و نیک کنیم و به سوی پروردگار رجوع کنیم تا اینکه پروردگار گناههای ما و شما را بیامرزه. ترک کردن گناه معنیش همین است، توبه کردن و رو به سوی عملهای نیک حسنه آوردن. یک برادر داریم شاگرد منم هست کم کم، الحمدلله امروزها در روسیه در یکی از مساجد جامع امام خطیب است، موعظه میکنه روزای جمعه. امروز تلفن کرد التماس کرد که در موضوع توبه بیشتر صحبت کنیم. توبه، زیرا که گفت جوانا و مردای مسلمان و مردای این سرزمین که در روسیه کار میکنن عادتا همون شخصایی هستن که پیش به زنا و به کارهای حرام زیاد دست میزدن. امروز الحمدلله پشیمان شدیان، اصلاح شدیان. از این خاطر سوال زیاد میشود که آیا ما توبه کنیم خدای تعالی گناههای پیشینمون هم میبخشیده باشه یا نه. بسیار خواهش کردم برادر، نامش غلام علی است، حاج غلام علی، خداوند نگهبانش باشه او را و تمام برادرای مسلمان ما را که خارج از مملکت ما در مهاجرت هستند یا در خواندن هستند، در تعلیم و تعلم شغل دارند، پروردگار از بلا و آفات نگهبانشو باشه و در زندگی و کسب و کارشو برکت عطا کند و خداوند در راه صراط المستقیم همیشه قایم و استوارشو بدارد، توبه هاشون بپذیرد و پروردگار مساعدت کند که هنگامی که بیاتشو میزنیم در حق ما دعا کنند، زیرا دعای مسافر پیش پروردگار مستجاب است. آمین یا رب العالمین. از این خاطر در موضوع توبه انشاءالله مفصل تر که صحبت میکنیم. خدای تعالی گفتیم که
توبه کارا را دوست می‌دارد، توبه را میپذیرد. امام ترمذی در جامع السنن خود به اسناد حسن و نیز امام ابن ماجه در سننش به اسنادی که امام بصیری در زوائدش حسنش گفته است روایت میکنند از حضرت ابو هریره رضی الله عنه راوی امت که خبری پیغمبر صلی الله علیه و سلم را برای ما و شما امتان آن حضرت رسانده است: اذا اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء ثم تبتم لتاب الله علیکم. صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت رسول الله میگه اگر شما خطا و گناه ها کنی به حدی که همو خطا و گناه های شما را روی هم بگذارن تا آسمان برسه، بعدا توبه کنی اصلاح شوه، خداوند توبه های شما را اجابت میکنه به شرط توبت و صدقی باشه. خداوند گناهاتون را میآمرزه. ببینید چی بشارتی بزرگی، چی وعده بزرگی هست از برای برادرای مسلمان ما که هرگز باید از رحمت خدا ناامید نباشیم. ناامید بودن از رحمت خدا کفر است، همچنانه که نترسیدن از غضب خدا. همه ایمان دو بال داره، یکیش همیشه با امید بودن بر رحمت خدا، دومش همیشه ترسیدن از غضب خدا. اگر یکیش که نباشه ایمان نمیشه. در صحیحین اومده است، بخاری و مسلم روایت میکنند از حضرت ابو سعید خدری یک قصه را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما روایت کرده است که حضرت فرمود: کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا. میگه در اون مردم قوم هایی که پیش از شما مسلمان ها میزیستند یک مردی قاتل زندگی میکرد که 99 شخص کشته بوده است. قاتل 99 نفر. فسأل عن اعلم اهل الارض، سوال کرد، گفت داناترین شخص در این سرزمین کی باشه که از همون یک سوال و یک مشکل دارم بپرسم. فدل علی راهب، یک راهب نشانش دادن، گفتن این همین شخص از همه عالم ترین است، به همه مراجعت کن. فاتاه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبه. پیش راهب آمد، گفت یا راهب من گفت در طول حیاتم 99 شخص قتل کردم، آیا من توبه دارم؟ آیا توبه برای خدای تعالی میپذیرفته باشه؟ راهب گفت لا، 99 کس کشته باشی گفت رود سیاه شی، تمام، توبه تا هرگز دیگه قبول نمیشه. این مرد یک قاتل، یک آدم کش، وقتی که بود در روز گفت که تمام تو مسئلت حلی، مثل بعضی برادرای خوارج احمقی ما که همه را حکم به کفر میکنن، مرتکب گناه کبیره را، گفت دیگه اصلاح نمیشه، تمام توبت قبول نیست. این شخص از فرط غضب زد، راهب هم کشت. فکمل به 100 تا اینکه شماره کشته شده هاش به 100 تا رسید، 100 تایی پر شد. گفت پیغمبر ثم سأل عن اعلم اهل الارض، بس سوال کرد که اگه کیای دیگه دانو، یگان دانای دیگه را نشانم بتین. فدل علی رجل عالم، دلالتش کردن، گفتن پیش فلان شخص برای بسیار شخصی عالم دانشمند است. نزدش آمد، قال انه قتل 100 نفس فهل له من توبه. آمد گفت برادر من 100 شخص کشتگیم، آیا من توبه دارم؟ توبه کردم، خداوند توبه ما اجابت میکنه؟ این مرد گفت نعم. و من یحول بینه و بین توبه، من گفت حتی همون شخصایی را که حجاب میشوم بین تو و بین توبه میدونم، در این ملک تو زندگی نکن. انطلق الى ارض کذا و کذا فان بها اناسا یعبدون الله. گفت به فلان سرزمین، به فلان مملکت سفر کرد. این مملکتی که تو زندگی میکنی همش قاتل هستن، احمق هستن، فساد و زیناکار. فلان زمین برا گفت در اونجا مردم زندگی میکنن که عبادت خدا را میکنن، مردم صالح هستند. فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك، در همونجا همراه همون مردم زندگی کن، عبادت خدا را کن، به این وطنت بر نگرد. گفت فانها ارض السوء، زیرا این مملکتی یک مملکتی فساد است، مملکتی بد است.
در این مملکت تو کشتار و قتل کاری خوب حساب میخوره. گمان میکنم که این خیلی جوان مرد با غیرت بود است که 100 آدم کشته است. مثل که یک زمانه همو بر افسکای زکان در سرزمینای اتحاد شوروی پخش کرده بودن، مردم دیگه با قانون الهی نه، با قانون دزدا زندگی میکردن، رزباراشون با قانونهای دزدا میکردن. پس این مرد میگه عازم ره شد. فانطلق حتی اذا نصف طریق ادرکه الموت. روانه شد در راه میرفت، نصف راه نو طی کرده بود بیچاره که اجلش رسید. این اجل کی کار داره که تو پیش مردای صالح میری یا پیش مردای فاجر میری؟ خدای تعالی و اجل را مقدر کرده، ساعتش که اومد تمام در راه مرگ دریافتش. ملک الموت اومد جانش قبض کرد، در همون بین راه افتیده مرد، به مکانش رسیده. فاختصمت فیه ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب. در بالاش هم ملائکه های رحمت جمع شدن، ملائکه های جنت، هم ملائکه های عذاب و عقوبت زبانیه دوزخ. در بالاش بعد دعوا سر شد، ایناش میگن که مال ما های، اوناش میگن نه ای ما های. فقالت ملائکه العذاب جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله. ملائکه های رحمت گفتن که آخی توبه کنی اومده است، بود بیچاره توبه کرده بود، سوی مردم صالح به خاطر عبادت خدا اومده است، رو به سوی خدا کرده است، اینا دیگه شما کاردار نشوه. و قالت ملائکه العذاب انه لم یعمل خیرا قط. ملائکه ها عذاب گفتن که شما یک کاری خیری همین آدم بگیم، همین چی کاری خیر کرده است در حیاتش؟ این بدگهر 100 کس کشته است، یگان کاری نکردگی نیست، این مال ما است، به دوزخ میبریمش. فاتاهم ملک فی صورت آدمی. به امر پروردگار یک ملائکه به شکل صورت آدمی ها نزدش اومد که نشناختنش. ملائکه است، خدای تعالی امرش کرد صورت آدمی گرفت پیشون اومد. فجعلوه بینهم، گرفتن در بینشون حکم تعیینش کردن، گفتن همین آدمی است، همین چی حکم میکنه حکم همین را قبول میکنیم. ببینید که رحمت خدا را ببینید که چی مقداره. فجعلوه بینهم، در بین نگه حکم تعیینش کردن. فقال قیسوا ما بین الارضین فإلی ایته ما کان ادنا فهو له. این ملائکه که به شکل صورت آدمی آمده بود به امر خدا آمده است، خدای تعالی تلقینش کرده است، گفت که بین همین دو زمین حساب کنی، قیاس کنی، از همین جای مردگیش تا وطنش حساب کنی و بعدا تا جایی که نیتی سفر داشت حساب کنی، ببینی به کجاش نزدیکتره. فقاسوه فوجدوه ادنا الى الارض التي اراد. وقتی حساب کردن یک چند متر به سوی همون زمینی که نیتی رفتن داشت، به سوی مردم صالح به همون نزدیکتر بود است. فقبضته ملائکه الرحمه. به امر پروردگار ملائکه های رحمتی را گرفتن، جانش خلاص شد. ببینید که این خدای بزرگ چقدر مهربان است. ما پیش گفته بودیم یا تو باشه که اگر شخص نسبت یک برادری مسلمان ظلم کرد، تا زمانی که همون مسلمان گناهش نبخشه هرگز خداوند نمیبخشه. پس اینجا چی نوشته است که 100 آدم کشته است، 100 آدم با خدای تعالی گناهش بخشید. در این بین یگان مخالفت نیست، زیرا که خدای تعالی اگر توبه بنده را قبول داشته باشه، اگر توبه بنده صدقی باشه، پروردگار به همون مقتول ها، به همون مردایی که این کشت است چنان نعمت های در جنت میته که از بحرش میگذرند. یا طول است که ما این قصه را کردم براتون که وقتی که صاحب حق دست بردار نمیشوه، خداوند میگه آخی برادر دیگه یگان حسنه نداره که بته تو چی طلب داری؟ میگه پروردگار گناهام مینوس کرده در سرش بزنی. بعد حضرت خداوندی میگه که سر تا بردار تو جنت تماشا که اول تو دعوت همون یک سر تا بردار نعمتهای مرا ببین. وقتی سر می برداره و میبینه قصرهای طلایی و شهر مثل نقره خام درخشان، گفت پروردگارا این نعمت برای کی خلق کردی؟ میگه برای تو، این برای تو است. میگه ای خدایا آخی من او قدر عملی ندارم که تو در عوض قدر نعمت برای من بتی، برای چی کار میرمیتی؟ میگه بیعفی که ان اخیک،
این همه گناه همین برادرت هم میبخشی و همه نعمت ها را برای تو عطا میکنم. پس ببینه که وقتی شخص توبه کنه خداوند به همون مردایی که زیان این رسیده است همون قدر نعمت میداده است که از بحر گناهاش میگذشتی. توبه بسیار نعمتی بزرگ است از جانب پروردگار به بندگان عطا کرده، باید به حق ای برسیم. قسم به خدا عقلی ما نمیگیره تا کدام درجه دریاهای رحمت خدای تعالی در جوش هستند، اما ما در خواب غفلتیم. درهای فردوس واباد امروز از بی‌دماغی گفتیم فردا. درهای جنت خدا و درهای رحمت همه هوی است. ندامو میکنن که ای بنده توبه کن، از گناه توبه کن، اصلاح شو. ما میگیم خیلی پگه شوه، ولی مسافر شویم، ولی پنسیونر شیم، به فردا و فردا دیگه موقفش میگذاریم. امام مسلم روایت میکند از حضرت ابو هریره که بار رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود والذی نفس بیده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست فرمود، قسم به خدا اگر گفت شما گناه نمی کرده و گناه نداشته خداوند همه تنیس میکرد، جای شما مردمی دیگر خلق میکرد تا اینکه گناه کنن توبه کنن خداوند گناهشون با هم برزه. ببینه اگر میگه خدای تعالی میخواست که همه معصوم و بیگناه باشن فقط همون ملائکه ها کفایه میکردن. ملائکه ها غیر عبادت خدا هیچ کاری را نمیکنن، همیشه به عبادت به شکر و به ذکر خدا مشغول هستند. اما خداوند آدم آفرید، دنیا را دار امتحان قرار داد. وقتی دار امتحان شد خطا میکنی بعدا اصلاح میشه. کل ابن آدم خطا. پیغمبر میگه تمام فرزندای آدم علیه السلام خطاکار هستند، به نهایت خطاکار. خطا با بصیغه مبالغه آورده استش، غیر پیغمبرا. کل ابن آدم خطا و خیر الخطائین توابون. بهترین این خطاکارا میگه همون کسایی هستند که توبه میکنن. بازا حرام که هستی بازا، گر کافر و گبر بت پرستی بازا. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. در رحمت خدا همیشه باز است. بیا ای برادرای مسلمان، هر لحظه ای حیات برامو غنیمت است. هر کدام ما و شما گناهام و ازموهای سرم زیاد است. این خدای بزرگ برای ما چی بشارت ها داده است. پس از همین باید استفاده کنیم، توبه کنیم، رو به سوی خدا بیاریم تا اینکه پروردگار گناهامون مغفرت کنه، تا اینکه رحمت خچ بالامون نثار گردونه، تا اینکه دنیا و آخرت ما را آبادان بسازه، تا اینکه از آتش جهنم ما و شما را نجات ببخشه، تا اینکه وارد جنت المأوا کند، تا اینکه به دیدار به مثال خودش برسانه. در عوض توبه کردن در کار، رو به سوی اصلاح آوردن در کار هنوز که دیر نشده است. خداوند وقتی که بنده توبه میکند شاد میشود. بنده گناه کرده توبه کرد، بعد خطا کردنش خداوند آنچنان شاد و مسرور میشود که باور کنی در تعجب میمونی وقتی خبرهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوش میاندازی. در صحیحین اومده است، در صحیح بخاری و مسلم. ببین من حدیثایی را براتو گفته استم که صحیح ترین حدیثا هستند. از حضرت عبدالله ابن مسعود فقیه امت اسلامی فرمود سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول. از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه حضرت شنیدم که میگفت لله اشد فرحا بتوبه عبده المؤمن من رجل فی ارض دویه مهلکه. میگه وقتی که بنده توبه کنه خداوند چنان از توبه بنده خشنود میشود که اگه تصور کنه میگه که یک مرد در یک صحرای بی آب و گیاه به تنهایی در بالا یک شتر سوار رفته است، معه راحلته علیها زاده و طعامه و شرابه. بالای شتر در میگه در یک پوچه خرجینش آب شایه، در یک پوچه خرجین دیگرش نان و طعام
تیلاواری و همون دولت ثروتش. فنام فاستيقظ وقد ذهبت. میروه یک درخته که میبیند در او بیابان بی آب و گیاه، میگه در همین تای سویگی اندک استراحت کنم خوب کنم با سفر ما دوام میتم. سرش میمولا خوب میکنه، از خوب میخیزه که شتر نیست. اون شتر وسیله نجاتی او مرده که شتر عرب ها کشتی بیابان میگن. تصور کنید در بیابانه که در هزارها فرسخ یگان آبادی نیست، آب نیست، گیاه نیست، شخص به توشه چخل میتونه که سفر کنه؟ در صورتی که توشش همش در داخل همون خرجینای شترش بود، هیچی همراهش نیست. خیلی که شتر نیست، پای درکش نیست. فطلبها حتی ادرکه العطش. بیچاره بالا دوید، پایان دوید تا اینکه زبانش از حلقش زد برومد، از تشنگی دیگه مداری راهگردیش نموند. ثم قال ارجع الى مکان الذي كنت فيه فانام حتى اموت. دیگه دست دلش از حیاتش شست. گفت همون زیر همون درخت میرم سرم میمونم تا وقتی که خدای تعالی امانتش بگیره. دیگه من چیکار میکنم؟ به توشت سفر کرده نتونم در گرمی. فوضع رأسه على صاعده لیموت. سرش در بالای صاعدای دستش، یعنی که دستا را در پشتی سر موند و سرش در بالاش اوجا بالیش نبوش اوخی سرش موند که همه خیلی تا وقتی مردنش دراز بکشه و به همه حالت بمبرخ خوب کنه. فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. گفتیم که دست دلش از حیات شست است. یا وقت چشماش باز کرد که شترش در بالای سرش کوشه کرده است، نخشار کرده است. در بالای شتر همون خرجیناش، خرجینایی که آب دارن، طعام دارن، تیلا و نقره مردک در روشون است. اگه شما تصور کنید که این مرد چقدر خرسند میشه و آدمی که تمام مرگ علاقه به مرگ تسلیم شدگی است. در همینجا امام مسلم اندک ایلوه کرده است، این قول در بخاری نیست. میگه فاخذ بختامها ثم قال من شدت الفرح اللهم انت عبدی و انا ربک. ایجاش میگه میپره میخیزه، ایم مهار شتر میقپا از بسیاری شادیه که خدای تعالی در قلبش انداخته است. زبانش میگیره گم میکنه، به جای آنکه بگه پروردگار من بنده عاصی تو هستم، تو خدای مهربانی من هستی، مربی من هستی، برعکس میگه خدای من مربی تو هستم، تو بنده من. نعوذ بالله. اخطا من شدت الفرح، ای شادی بسیاره دیگه زبانش گپ شنه میگیره گم میکنه. حقیقتا همین خیلی هست. رحمتی پدرم قصه میکرد که در همین سری خسار اونجا ره نداره، همین کمبودی اساسیش ره شاید نباشد، یک مکان و یک موضعی هست که باور کنه همین کورورزه بسیار کورورزه باید هر چی ره نداره فسق و فساد به اوجا نرسیده است. الحمدلله. برای یک جا به جای دیگه رفتن همین یک آب مگر هم 10 بار بگذری یا آبی سرخوب دارن. میگه فصل بهار بود آب تیزتر بود. رحمتی نقل میکنه. میگه در همون ساحل اومده، میگه یک کمپیرک شیشتگی خطی نوسش کمپیری پیر اکو نمیتونن آب بگذارن، آب تیزه چپش میکنه. بعد میگه گفتم که بیام اومد پشتم بشی بگذارون. اومد در پشتورم سوارش کرده، میگه کمپیرک گذاروندم ایوسا کمپیری پیر قریب 100 ساله. بعد اکد دعا میتم خداوند جوان مرگت بکشه در محتمکت بشینم. بعد میگن واسهش گفت که آخه محمد تو چی گفت استی ترپ او گذارو دعاش ای خاک در دهن به چی گفتم. کمپیر دیگه عقلش گم کرده است، فراموش خاطر شده است، نمیتونه چی بگه. ای شادی را ببینه همین مردم ببینه اگر در حالتی عقلش در جا بودنش میگفت کافر میشید. نعوذ بالله. کسی بگه پروردگار رو نعوذ بالله تو بنده من هستی کافر میشوه. اما از شدت خرسندی را زبانش دیگه گپش نگرفت، از شادی را گفت خداوند این را میبگذره. ما زبان را ننگریم قال را، ما درون را بنگریم حال را. انا بعدا در صحیحی در هر دو اومده است، هم در صحیح بخاری و مسلم که فالله اشد فرحا بتوبه العبد المؤمن من هذا براحلته و زاده و طعامه. خداوند میگه به توبه بنده مؤمن از همین مرد دیده خشنوتر میشه. شما که تصور کنید پروردگار بی‌نیازه که نه احتیاج به توبه ما داره، نه احتیاج به نماز ما داره، نه احتیاج به روزه و زکات ما داره.
پروا نداره. اما ببینه که با از توبه ما خشنود میشود، از یک ما اصلاح میشیم خدای بزرگ خشنود میشید است. پس باید ما کوشش کنیم خشنودی رحمت پروردگار را همیشه به دست بیاریم، همیشه کوشا باشیم. گر بیرانی به گناهان قبیح هم زیدری خیش، هم به درگاه تو آیم که لطیفی و خبیری. دست بر دامن عفوت زنم و باک ندارم، که کریمی و غفوری و رحیمی و حلیمی. این خیلی خدای بزرگ داریم. شخصی که خیلی خدای مهربان داره خشوع به حالش هرگز دیر نمیشه. باید که توبه کنیم برادرای عزیز، اصلاح طلب کنیم از این خدای بزرگ، زیرا این خدای مهربانی ما به نهایت توبه پذیر است، نسبت بنده ها بسیار مهربان است. در خبر آمده است، حدیث امام ترمذی به اسناد حسن صحیح روایت میکند، همچنین در سنن ابن ماجه است از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه کننده از گناه مثل شخصی است که اصلا گناه نداره. شما میفهمید؟ شخصی که صدقاً توبه میکنه گویا گناه نداره، زیرا خدای تعالی گناههای مرده که محو میکنه. امام طبرانی در معجم کبیر و اسناد بسیار جید قوی روایت میکند از ابی طویل شب الممدود، صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که نزد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد گفت: ارایت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا ضاجة الا اتاها فهل لذلك من توبه؟ گفت یا رسول الله، ببین گفت یک شخصی که از هیچ نمود گناه ها رو نتافته است، همه گناه ها کرده است، روش سیاهی به همه معصیت ها آلوده است، در برابر این هیچ خواهش نفسانیش ترک نکرده، هر چی که دلش میکشید انجام میداد. همه آدم فاسق فاجر آیا توبه داره؟ آیا خدای تعالی گناه همین مرد که میبخشه؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فهمید که مرد در برای خودش گفته است زمان جاهلیت پیش از اسلامیش، گفت هل اسلمت؟ یا ابو طویل گفت بسیار قدش بلند به دست این مرد. ابو طویل یعنی پدری دروزی، عربا هم خیلی فعل دارن. وقتی که مثلا به یک کس کنیه میمونن، همون بعضا میبینن شکل صورت ظاهریش هم میبینن، صفتاش هم میبینن، به همون کنیهش هم میتن. گفت آیا اسلام آوردی، مسلمان شدی؟ گفت فاما انا فاشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. گفت یا رسول الله، من همیشه گواهی میتم که نیست معبودی بر حق مگر الله سبحانه و تعالی و بر این که تو رسولی بر حق فرستاده بر حق او هستی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودش، گفت تفعل الخیرات و تترک السیئات فیجعلهن الله لك خیرات کلهن. گفت من بعد فقط کار خیر را نکن، گناه ها را ترک، دیگه به گناه ها بازگشت نداشته باش، به گناه دیگه بازگشت نکن. در عوض خدای تعالی همو گناه هایی را که پیش از اسلام کرده بودی، همو معصیت هایی که کرده بودی، همش به حسنه مبدل میگردونه، حتی گناه تا حسنه می نویسه. این مردک حیران شد، گفت یا رسول الله و غدراتی و فجراتی. گفت همه غدر خیانتکاری هایی که نسبت الله کردم، همه او فجر زیناها و حرامی هایی که من کردم، هموارم پروردگار به حسنه مبدل میگردونه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت نعم، بله. این مرد گفت الله اکبر، صدای تکبیر داد. فما زال یکبر حتی توارا، تا زمانی که ای چشمو میگه پنهان نشد، همه الله اکبر گفته میرفت. و مرد با اشک دیده در چشمش که ببینه ای خدای مهربان و نازنین گناه بنده ها را وقتی که توبه صدقی کردن با به ثواب بدل میگردونه، نامه اعمال مون سفید میگردونه. حضرت شیخ عطار
یک قصه عجیب آورده است در منطقه طیر. میفرماید والله اعلم در منطقه طیر نیست، در الهی نامه است، ببخشید در الهی نامه‌اش چنین نقلی درست است از پیامبر که حق گوید به بنده روز محشر که ای بنده بیا و نامه برخوان که تا چی کرده ای عمر فراوان. از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه، روایت میکنن، افسوس که وقت کم است، ما هم فقط شعر گفته میتونیم. انشاءالله حدیث در همین موضوع حدیث صحیح دیگر هم است که عین همه چیزی را که شیخ عطار آورده است بیان میکنه به اسناد حسن صحیح او را ترمذی روایت کرده است. انشاءالله هفته آینده در ابتدا اول همین حدیث بگیم. یعنی که از رسول الله میگه روایت است که فردا روز قیامت خداوند به بنده نامه اعمالش میگه کو اک نامه تا بخون که در مدت عمر چیکار کردی. چه بنده نامه برخواند به یک بار، چه بنده نامه برخواند سراسر، نبیند جز معاصی هیچ دیگر. وقتی که بنده نامه اعمال تماشا میکنه سر تا سر سیاهی، ما خودمون حتی تصور نمیکنیم که در این روزا چقدر گناه میکنیم. یک سخنی درشت دغلی که به مادرت گپ گردونی میکنی چنان گناهی هست که قسم به خدا از کوه احد وزنین تره، اما ما نمیفهمیم. دل یک مسلمان وقتی که به بیهوده آزار میتی چنان گناهی است که از کوه احد گرانتر است، اما ما حس نمیکنیم در یک روز دل 100 کس می آزاریم. یک فتنه که میکنی والله از 100 کوه احد گرانتر است. همه همی در نامه اعمال مثبت است، کرام الکاتبین همه را می نویسند. خیال میکنیم گناه نداریم، اما فردا روز قیامت وقتی که نامه را در دستام میتن، چه بنده نامه برخواند سراسر، نبیند جز معاصی هیچ دیگر. چه در نامه نبیند جز سیاهی، زبان بگشاید و گوید الهی، به دوزخ میروم زین باری تاوان. وقتی میبینه که عملهای حسنش اندک اندک و تمام نامه اعمال همه سیاهی تلخش میکفه، میگه پروردگارا به دوزخ میروم زین باری تاوان. حقش گوید که پشتی نامه برخوان. امر خدا میشود که اگه نامه را بگردم پشتش نگاه کن. چه پشتی نامه برخواند به یک بار، چنین یابد نوشته آخری کار. بدی را چون پشیمان گشته باشد، حقش 10 نیکویی بنوشته باشد. بجای یک بدی داننده راز، نبشته باشدش 10 نیکویی باز. وقتی که پشت نامه را میبینه، از بس که این بنده توبه کرده است از گناه ها، دیگر رجوع به او گناه ها نکرده است، خدای تعالی در عوض هر یک گناهی کردهش میگه 10 عمل حسنش نوشته است. چه بنده آن ببیند شاد گردد، زهی بنده زی غم آزاد گردد. شاد نمیشه. در همین دنیا یک کسی پارچه زمین بتد ای شادی را در کرتد نمیگنجی، و وقتی که نامه اعمالت سفید شد آخی خدای تعالی جنت برات هدیه میکنه، عید شادی زیادتر میشه. و جنت را که دیگه نه مرگ داره، نه آخر داره، نه فقر داره، نه بیماری داره. به حق گوید که قیوم مطلق، ندیدم از کرام الکاتبین حق. میگه پروردگار این کرام الکاتبین همه گناهی برای ننوشتیم که من دارم گناه زین بیش بسیار، که ننوشتم بر من آن دو هشیار. بعضی گناهی اندکی کرده بودم او را ننوشتیم، ترکش کردیم. بفرما بر من مسکین نویسم، بفرما شو که پروردگار هم او را بنویسم، زیرا که توبه کرده بودم. ولی چون آن نوشتن این نویسن، و در عوض هر گناهی با 10 ثواب دیگه من بده. جانش دمیده که ای دوزخ نجات یافت، با ببینه چقدر زبانش دراز شد. انسان همیشه همین خیلی نه به مال دنیا سیر میشوه، نه به طاعت عبادت سیر میشوه اگر انسان صالح باشه، نه به خواندن علم. شخصا من عالم کسی را میگم که تا وقتی مردنش از علم سیر نشوه، همیشه در طلب علم باشه. او کسی که یک زمان 5 سال و 10 سال و 15 سال خوند و بعد از دو دیگه کتابا را ته کردی از سال فرد، او عالم نیست، او جاهله. بگو تا بر من مسکین نویسند، ولی چون آن نوشتند این نویسم،
پیامبر از چنین گفتار و کردار بخندید و شدش دندان پدیدار. حضرت میگه چنان تبسم میکرد بعد همین قصه را کردن که دنداناش حتی دیدیم دندانای زیبا و مثل شیر سفید شد. پس آنگه گفت با داننده پاک زهی گستاخی آخر از کف خاک. ای خدای بزرگ گفت حمد ثنا تو را که از یک کف خاک انسان خلق کردی با این قدر بیباکش کرده که به هیچ چشمش سیر نمیشود. خوب در همه جا صحبت ما به آخر میرسونیم زیرا وقت ما تمام شد. انشاءالله ما وعده کردیم که در موضوع توبه مفصل صحبت میکنیم. هفته آینده از همه جایی که حد کردیم صحبت مونه اگر خدا امکان مداده باشه و نصیب مگردونده باشه صحبت خدا دوام خواهیم داد.